إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درباره اینکه انسان اگر به درجه بلند اگر از دنیا بگذرد، یک درجه ای که بد انبیا و صدیقین هست، اون درجه شهید هست. وقتی که شهید که از دنیا بگذره، الله پاک تمام گناهان را میبخشد. اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه صحابه کرام گفتند که میبخشد، بله گفته، اونا بگیم که همین خیلی سخنان به اون خبر دادن. از حضرت ابی قتاده گفت که قال رجل یا رسول الله، حضرت ابی قتاده می گفت مرد، یا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله صابر محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي. این مرد گفت که ای رسول خدا صلی الله علیه و آله، ارأیت، یعنی که شما چی میگه، چی میبینید که اگر کشته شدم در راه الله، صبر کننده، محتسبا که تنها اجرش از الله طلب کنم، یعنی که ریا نکنم، از اون کس دیگر بگیم خودنشانی نداشته باشم، مقبل باشم، با تنها در روی دشمن بجنگم، غیر مدبر که پس نگردانم خود در اون حالتی هجوم. یکفر الله عنی خطایا، گفت مثلا کفارت میکرد الله از من گناهایم را، یعنی که میبخشد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله نعم، نبی صلی الله علیه و آله بلی گفت الله پاک میبخشد. گفت فلما ادبر ناداه فقال نعم، پس هر وقت که اون بگیم که پشت گردان، ناداه، یعنی که مرد روش گردان رفتنی بود، نبی صلی الله علیه و آله فریادش زد، گفت که بیا. گفت فقال نعم، گفت که تو را میبخشد خداوند گناهات. گفت یعنی که همین چه سال دادی، الا دینه، مگر قرضت را. گفت یعنی که مگر قرض را الله نمیبخشد. كذلك قال جبريل، این چنین گفت جبريل. گفت یعنی که جبريل خبر داد که همه چیز بگو میبخشد خداوند مگر قرضش را، چون که از حق بنده هست. حق بنده تنها باید در اون خودی هم بنده ادا کرده شود، چون که از حتی شهید اون درجه بلند دارد، الله پاک چون میگه حق بنده را نمیبخشد. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله.